همیهنان عزیزم، بسیاری از شما در پاسخ به پیامی که اخیراً به شما دادم با من تماس گرفته اید و کاملاً برای من محسوس هستش که چقدر عزم و اراده شما راسخ است. البته میدونم که رژیم اینترنت رو قطع کرده، تلفن رو قطع کرده، با امید ایجاد یأس در شما. ما باید این دیوارهای سانسور رو بشکنیم و امیدوارم که این ارتباطاتمون همچنان برقرار بمونه. میخواستم راجع به 2 نکته مهم باتون صحبت بکنم. نخست این که اطلاعاتی که از درون کشور به من میرسه نشون دهنده این هستش که ساختارهای کنترل و اطلاعاتی نظام رو به فروپاشی است، حتی بیشتر از 2 روز پیش، و این یک علامت این هستش که نظام بیشتر و بیشتر داره شکننده میشه. البته کنار این مسئله مهمتر این هستش که جهانیان نیز متوجه دارن میشن که دیگه این نظام داره نفسهای آخرش رو میکشه و اتفاقا ارتباطاتی که اخیراً با من و تیم من گرفته شده نشون دهنده این هستش که کم کم دارن به فکر این که پس از این نظام چه باید کرد و چه اتفاقاتی در ایران میتونه بیفته با ما مشغول تبادل نظر هستن و خودم و تیمم در این مورد بسیار فعال هستیم. نکته دیگر این که بسیاری از پرسنل ارتش و همچنان از مقامات دولتی یا امنیتی آنها نیز به سهم خود به من اطلاع دادن که دارن خط خودشون رو از رژیم جدا میکنن و به زودی این رو به شکل مشهود به شما مردم نشان خواهند داد. این اهمیت اتحاد و یکصدایی همگی ماست که باعث خواهد شد نهایتاً این نظام رو شکست بدیم و پیروز بشویم. بنابراین سنگر رو ترک نکنیم، همینطور که تا به حال مقاومت کردید ادامه بدید. من به همگی شما درود میفرستم و امیدوار هستم که هرچه زودتر بتونیم در آزادی و رفاه آینده بهتری رو برای کشورمون رقم بزنیم.